سلام و درود خدمت همه اسپانشکاری های عزیز. دوستان یک معرفی کوتاه از تفنگ رکسیمکس زون براتون بگیریم که بدونید چجوریه. دوستان عزیز، تفنگ بسیار با کیفیتیه، سبک وزن، دقت فوق‌العاده عالی داره، ساختار داخلی خیلی مستحکم و خوبی داره و عملکردش بسیار عالیه و شرودش هم کاملا واقعی است. این تفنگ نیم شروده، داخل سایلنسر فابریک داره که فوق‌العاده صدا رو کم میکنه، ولی باز هم میتونید سایلنسر ببندید. رگلاتور فابریک است، فشار رگلاتور از این قسمت، فشار مخزن از سر مخزن گیج داره و 250 بار هم هست دوستان. با هر بار 400 تا شات برای شما میزنه. ریل 22 داره، 2 تا خشاب 12 تایی روشه، کوبلینگ شارژ، لوازمات فابریک کامل روش هست. قابلیت بالا پایین شدن قدرت رو از این قسمت داره و شما میتونید از 10-12 ژول تا حدود 40 ژول تنظیمش کنید. کارتدار هست با کارت وزارت دفاع و برچسب. ته قنداق قابلیت بالا پایین شدن رو داره و ارتفاع رو تنظیم میکنید. پد گونه قابلیت تنظیم رو داره و ماشه تنظیم شونده، قفل ماشه 2 مرحله‌ای نزدیک به ماشه، فوق العاده با کیفیت. این هم اون طرف سلاح، ملاحظه بفرمایید. در خدمت شما هست یا حق. درود خدمت همه عزیزان اسفانشکاری. دوستان، BCP رکسیمکس زون رو میخوایم تست دقتش رو بگیریم. کارت داره با کارت وزارت دفاع، قبلا معرفیش کردیم. دوربین تیگلش 4x16 روشه دوست، با پایه بزاربردار درجه 1. اینا هم تفنگای رگلاتور دار هستن، کارت داره همشون رگلاتور دار. دوستان، فاصله سیپل تقریبا 50 متر هست. این سیپل ملاحظه میفرمایید، فاصله 50 متر. میرم پای سیپل، دوربینو میذارم پای سیپل و تستشو میگیریم. از این فاصله تفنگ اینجاست، سیبلم اونجاست. با ما همراه باشید.